خیلی متشکرم از دوستان عزیز خودم. به نام خدا. سلام، حامد گنجی، مدرس ریاضی هستم. با آموزش صفحه 111 کتاب ریاضی پایه نهم همراهتون هستم. امروز میخوام در مورد حل دستگاه دو معادله دو مجهول به روش جایگزینی صحبت بکنم. این روش برای عموم دانش آموزا خیلی ساده نیست. اکثر بچه‌ها توی این روش گیج میزنن و میگن آقا متوجه نشدین داستان چیه. اگه شما جزو اون دسته از دانش آموزان هستید، هیچ امیدی به شما نیست و شما به زودی میمیرید. اما خب حالا ما سعی میکنیم که شما رو نجات بدیم. بریم سراغ کتاب درسی و اصلا کاری با این مثالای کتاب ندارم. خودم میخوام به روش خودم بیام و حل نامعادله به روش جایگزینی رو برای شما توضیح بدم. ببینید بچه، اسم جایگزینی یعنی یه چیزی باید جایگزین چیز دیگه ای بشه. فرض کنید میام و به من اصلا بیایم قبل از دستگاه، اصلا با دستگاه کاری ندارم، به من یه عبارت میدم، میگن 2x رنگش رو بذارید مشکی بکنم، 2x به علاوه مثلا y منهای 5 مساوی است با 0. میام من یه همچین در واقع معادله میدم، میگن آقا توی این معادله شما بگو چطور میشه y رو بر حسب x نوشت. یعنی چی y رو بر حسب x بنویسیم؟ ببینید وقتی گفتن y رو بر حسب x بنویسید یعنی y رو یه سمت تساوی نگه میدارم، هر چی دارم میریزم به عنوان آتش‌خال اون سمت. یعنی چی؟ الان من y رو باید تنها بنویسم اینجا، یعنی پس میام میگم آقا این منهای 5 مزاحم، گمشو برو اونور ببینم. باید آدم با ادبیات خوب صحبت کنه. تشریف ببرید اونور دوست عزیز من، شما حکم آشغال رو دارید این سمت تساوی. -5 میره اونور میشه -5. به همین صورت این 2x رو هم میبرم اون سمت، تبدیل میشه به منهای 2x. بنابراین چی میرسم نهایتا بهش؟ یه سمت y خالی مونده، سمت دیگه منهای 2x به علاوه 5. این میشه نوشتن y بر حسب x. یعنی به من هر مقداری واسه x بدن خیلی سریع مستقیم میتونم تبدیلش بکنم به y. منهای ضرب میکنم در اون، بعد 5 تا بهش اضافه میکنم. این معادله خطی که میگرفتیم تبدیل میکردیم، میگفتیم آقا این میشه شیب ارز از مدار. اونم یکی از همین روش ها بود، نوشتن مثلا y بر حسب x بود. خب میشد مثلا سوال بیاد بگه آقا x رو بر حسب y بنویس. x بر حسب y یعنی برخلاف قسمت قبل شما باید به این دفعه x رو تنها نگه داری یه سمت، بقیه رو ببری سمت دیگه. خب من میخوام عکس همین رو انجام بدم. پس این بار معادلم رو یک کپ ازش میزنیم، میخوام x رو یک سمت نگه دارم و y رو بقیه رو به عنوان مزاحم ببرم سمت دیگه. پس میگم آقا من اول میام این منهای 5 رو دوباره میبرم اون و این همیشه مزاحمه، بنده خدایش اینو گردن نمیگیره و این مثبت y هم میره اون سمت، میشه منفی y. کار ما تموم نشده به خاطر اینکه این دو هم اینجا مزاحمه. این دو که در x ضربه در واقع ضریبه، دو بخواد بره اونور، هر چی اونور است باید تقسیم بر 2 بشه. بنابراین این تقسیم بر 2 میشه، اینم تقسیم بر 2 میشه. نهایتا میرسم به این که x مساوی است با منهای y به روی 2 یا منهای 1/2 y. اونجوری هم میشه نوشت. اونجوری بنویسم شاید بهتر قابل درک باشه. منهای 1/2 ضرب در y به علاوه 5 دوم. ببینید بالایی میشه نوشتن y بر حسب x، یعنی تبدیل کردن y به رابطه ای که بر حسب x، و پایین میشه تبدیل کردن x بر حسب y، در واقع تبدیل کردن x به رابطه ای بر حسب y. درسته؟ خب این کار به چه درد ما میخوره؟ از این تکنیک استفاده میکنیم تو حل نامعادله. بیاین این نامعادله خیلی ساده رو با هم تماشا بکنیم. نامعادلی که با روش حذفی خیلی راحت میشه حذفش کرد، اما میخوایم این دفعه با جایگزینی حلش بکنیم. مثلا بهم میگن 2x منهای y مساوی است با فرضاً 5. خب بعد تو ذهنم عدد بذارم به جای هر کدوم جوابش رند در بیاد. میخوام توضیح بدم. به همین صورت بیام مثلا به من بگن که 3x به علاوه مثلا 4y میشه 13. میخوام اینو الان حلش کنم. خب میخوام اینو الان حلش بکنم. تو روش حذفی میومدم میگفتم آقا مثلا من بالایی رو ضرب در 4 میکنم، منهای 4y رو با 4y پایین حذف میکنم. نمیخوام من از اون روش برم. تو روش جایگزینی ببینید بچه‌ها، روش جایگزینی زمانی ساده تره که یکی از این 4 تا ضریب x و y، ببین 2 3 4 منها یعنی منفی 1
درسته. اگه یکی از این 4 تا ضریب 1 یا منهای 1 باشه، روش جایگزینی میتونه روش خوبی باشه. الان این اتفاق افتاده، چون توجه دارید که این ایگرگ بالا ضریبش منفی 1. پس اگه یکی از در واقع این 4 تا ضریب x و y توی بالای و پایینی، 2 تا بالا 2 تا پایین، اگه یکی از این 4 تا 1 یا منهای 1 باشه، jایگزینی خوبه. اگه 1 و منهای 1 نداشته باشه میتونه سخت باشه، چون کسر وارد میشه و سوال کسری حل میشه، مقدار سخت میشه برام. پس الان حالا ما فرضمون بر اینه که این در واقع دستگاهی که ما داریم ضریبش منهای 1، مشکل نداریم. اونی که از بین 2 تا معادله اونی که ضریب 1 یا منفی 1 دارن میکشن بیرون. خب میکشن بیرون، درسته. اونی که ضریب 1 یا منفی 1 داره رو تنها نگه میدارم، بقیه رو میفرستم سمت دیگه. پس این در واقع اینو بیاریم بیرون، شده چی؟ 2x منهای y مساوی با 5. حالا اونی که ضریب 1 یا منهای 1 داره، یعنی این y رو نگه میدارم، همه رو میفرستم اونور. خب الان این 2x رو میبرم اون سمت، تبدیل میشه به منهای 2x، درسته. و مرحله بعد توجه بکنید که الان به این رسیدم که منهای y مساوی است با منهای 2x به علاوه 5. در واقع این منفی هنوز مزاحمه. منفی برای اینکه از بین بره تمام علامت ها رو تغییر میدم. یعنی چی؟ یعنی این منفی y میشه y، منهای 2x میشه 2x، 5 میشه منهای 5. میرسم به این میشه کلید. نه از اون کلیدی که یارو بود کلید ساز بود میگه من با کلید مملکت رو آباد میکنم، این از اون کلیدا نیست. این میشه کلید حل، کلید حل سوال. یعنی چیکار میکنم؟ میگم خب من از معادله اول استفاده کردم، رسیدم به کلیدی که به دست آوردم و میذارم تو معادله دوم. پس کلیدی که کلید چجوری میکشن؟ کلیدی که به دست آوردیم رو میذاریم تو معادله دوم. یعنی چی میذاریم تو معادله دوم؟ میگم خب من 3x رو مینویسم، 3x به علاوه به جای y، ببین 4 تا y دیگه، به جای y معادلش یعنی 2x منهای 5 رو قرار میدم، چون من گفتم y همون 2x منهای 5 دیگه. از معادله بالا فهمیدم y همون 2x منهای 5. پس تو معادله پایینی که کلید میخوام بندازم با 3x کاری ندارم، 4y به جای y می‌نویسم 2x منهای 5. پس میشه 4 تا 2x منهای 5 مساوی با 13. خب این الان چه امتیازی داره؟ امتیاز این نسبت به معادله بالا اینه که این فقط یه جور متغیر داره، فقط x داره دیگه، y نداره. شد یه معادله درجه یک معمولی. معادله که یه متغیر داره به راحتی حل میکنیم با معلومات پایه هفتم. میشه پس 3x به علاوه 4 تا 2x میشه 8x، 4 تا منهای 5 میشه منهای 20 مساوی با 13. میگم 3x و 8x که میشه 11x، منهای 20 میره اون سم میشه مثبت 20. پس 11x میشه 13 و 20 33. وقتی 11 تاش 33 یکیش میشه 3. پس x به دست اومد. حالا که x به دست اومد، x رو میذارم تو کلید، به جای x میذارم 3. y چی میشه؟ y میشه 2 ضرب در 3 یعنی 6 منهای 5 مساوی با 1. پس y منم شد 1. یا به عبارت دیگه جواب دستگاه من شده 3 و 1. به این میگن روش جایگزینی. روش جایگزینی. بریم یه مثال دیگه حل بکنیم از روش جایگزین، چون احتمالاً برای اکثرتون هنوز این روش گنگه. من میخوام تو این ویدیو 3 تا ویدیو به روش جایگزینی براتون حل بکنم، آخری رو یکم سخت‌تر میدم. خب بعدی منهای 5x منهای مثلا 2y مساوی با منفی 26. خب و x به علاوه 6y مثلا چی گرفته بودم؟ خب این هم میشه 22. خب من میخوام این نامعادله رو الان، این نامعادله چی؟ دستگاه دو معادل دو مشمول رو حل بکنم به روش جایگزینی. ببینید بازم میگم ضریبا رو نگاه میکنم، اگه ضریب 1 یا منفی 1 دارم اون معادله رو انتخاب میکنم. اینجا x من ضریب نداره یعنی ضریبش 1، پس حتما اینو انتخاب میکنم برای اینکه ازش کلید در بیاد، درسته؟ خب میام اونی که ضریبش 1 یا منفی 1 رو تنها میکنم، یعنی میگم خب این x به علاوه 6y مساوی با 22 دیگه، درسته. من x رو نگه میدارم، منهای 6y رو میبرم اون سمت، در واقع 6y رو میبرم اون سمت، میشه منهای 6y دیگه، درسته. اینو میشه منهای 6y. بنابراین کلیدم شده این x مساوی با منفی 6y به علاوه 22. این میشه کلید.
درسته. عکس کلیدش بکنم که قشنگ ببینین کلیده. خب این شد کلید من. بیشتر شبیه یک بزی شد که یه پاشو قطع کردن. درسته. خب کلیدم رو میذارم کجا؟ کلید رو میذاریم اینجا. کلید رو میذاریم اینجا داخل معادله. از یه معادله استفاده کردیم، کلید به دست اومد. کلیدی که به دست آوردیم میذاریم تو اون یکی، در واقع معادله. درسته. تو اون یکی بذارم. خب دیگه نمی‌نویسم منفی 5x. چرا؟ الان می‌نویسم منفی 5 به جای x باید این رو بنویسم. میگم آقا من به دست آوردم x شده چی؟ منفی 6y به علاوه 22. پس به جای x دیگه نمی‌نویسیم x، می‌نویسیم منفی 6y به علاوه 22. معادل x رو می نویسم منهای 2y. درسته. دیگه به y دست نمیزنم چون x رو بر حسب y نوشتم، به اون y دیگه کاری ندارم. اون منهای 2y سر جاش میمونه. اونی که تبدیل شده باید تبدیل شدهش رو بنویسیم. x اینجا تبدیل شده به y، پس به جای x معادل y رو می نویسیم منهای 26. حالا باید اینو حل بکنیم. بازم شد یه معادله ساده. چرا؟ الان فقط مجهول من y، دیگه x و y با هم نیست. شد دستگاهی که در واقع شد یک معادله یه مجهولی. معادله یه مجهولی با معلومات گفتم پای هفتم حل میکنیم. منهای 5 در منهای 6y میشه 3y. منهای 5 در 22 میشه منهای 110. منهای 2y مساوی است با منهای 26. مرحله بعد 3 تا y منهای 2 تا y اینور، در واقع 28 تا y میمونه. منهای 110 میره اونور میشه مثبت 110. درسته. و اگه از 110 26 تا کم بکنیم میشه 84. از اینجا y به دست میاد 84 تقسیم بر 28 که اگه تقسیم رو انجام بدین y شما 3 به دست میاد. حالا 3 که به دست آوردم میندازم تو کلید. درسته. یعنی به جای y میذارم 3. اگه به جای y بذارم 3x میشه منهای 6y، یعنی منهای 6 ضرب در 3 به علاوه 22. منهای 6 ضرب در 3 میشه منهای 18. 22 منهای 18 میشه 4. پس x من هم به دست اومد 4. یا به عبارت دیگه جواب معادله یا دستگاه من میشه 4 و 3. اینم شده از این یکی. درسته. خب شاید این سوال مثلا این روش رو بعضی خیلی خوبم اتفاقا یاد بگیرم، میگم آقا اتفاقا این روش رو ما از حذفی بیشتر دوست داریم، هرچند بعیده کسی این روش رو ترجیح بده به روش حذفی، اما میخوام یه مثال هم بزنم. زمانی که این روش جواب رو به سادگی به ما نمیده و محاسبات رو بسیار سخت و پیچیده میکنه، زمانی که هیچ کدوم از ضرایب من یک یا منفی یک نباشه، ممکنه که این روش حلش بسیار دشوار بشه. مثلا 2x به علاوه 3y مساوی است با فرضاً چه میدونم 7. 3x منهای 4y مساوی است با فرضاً چه میدونم منفی 2. بگم این دستگاه رو حل کن. خب الان ضرایبی که من دارم 2 3 منهای 4، هیچ کدومشون در واقع یک نیستن. البته حالت‌هایی هست که بدون ضریب یک هم نسبتاً آسون باشه، اما حالا من یه جور دارم جزش نباشه، خواستم سختش بکنم. این الان در واقع دستگاهیه که حلش به کمک روش جایگزینی راحت نیست. ببینیم چرا. یکی از این دوتا رو مجبورم انتخاب کنم چون هیچ کدومشون ضریب یک منهای یک نداره. مثلا میگم من بالایی رو انتخاب میکنم، این بالایی رو میکشم بیرون، شده 2x به علاوه 3y مساوی با 7. باید یکیشون رو تنها کنم، یعنی یا باید x رو بر حسب y بنویسم x رو، یا y رو بر حسب x. من میخوام الان مثلا بیام تنوعی فرضاً x رو بر حسب y بنویسم، پس x رو نگه میدارم، بقیه رو میبرم اونور. 3y رو میبرم اونور میشه منهای 3y. درسته. 2 رو میبرم اونور چون ضربه در x هر کدوم تقسیم بر 2 میشن. پس کلید من به این صورت در میاد. در واقع x مساوی میشه با منفی 3 دوم y به علاوه 7 دوم. این شد کلید. اما این کلید خوبی نیست، در رو خوب باز نمیکنه. باز میکنه ولی جون به جون میکنه ما رو. بله این کلید بزیمون رو میبریم توی مرحله بعد، توی اینجا کلید میندازیم. درسته. اینجا کلید میندازیم. خب به جای x باید اون عبارت رو بنویسم. در واقع چی میشه؟ میشود 3 تا منفی 3 دوم y به علاوه 7 دوم منهای 4y مساوی است با منهای 2. چرا الان سوال سخته؟ الان ما کسر داریم. تو قبلیه ما کسر نداشتیم. اونجایی که یکی از ضرایب یک یا منفی یک کسر پیش نمیاد، راحت حل میشه. اینجا کسر پیش میاد. کسر میتونه محاسبات یکم پیچیده‌تر بکنه. الان باید بگم 3 تا منهای 3 دوم میشه منهای 9 دوم y. 3 تا 7 دوم میشه 21 دوم منهای 4
y مساوی است با منهای 2. برای اینکه سوال رو حل کنم باید مخرج مشترک بگیرم، درسته؟ چون همین مخرج من 2. پس میام مخرج این رو هم میکنم 2، به جای منهای 4 میمیسم چی؟ منهای 8 تقسیم بر 2، منهای 8 در واقع دوم، درسته؟ میتونم اون منهای 2 اون سمت رو هم مخرج بکنم، 4 دوم بنویسم. حالا که همه مخرج‌ها شبیه هم شد میام تمام مخرج‌ها رو حذف میکنم. معادلم به این صورت میشه منهای 9 y به علاوه 21 منهای 8 y مساوی است با منهای 4. و در مرحله بعد میام اینا رو با هم حساب میکنم، منهای 9 y با منهای 8 y میشه منهای 17 y، 21 میره اون سم میشه منهای 21. منفی 4 منهای 21 برابر میشه با منفی 25. منفی این ور رو با منفی این ور میزنم، هر تا مثبت میشن و از اینجا y به دست میاد 25 17. 25 تقسیم بر 17 دیگه، این 17 بر اونور تبدیل به تقسیم میشه چون ضربه دیگه. ببین جوابم چقدر غیر روند به دست میاد، 25 17. درسته؟ حالا برای اینکه x رو به دست بیارم باید y که به دست بیارم و تازه بذارم داخل کلید، یعنی بیام به جای y اینجا بذارم 25 17، ببینم x چی به دست میاد که از اینجا x من میشه منفی 3 دوم ضرب در 25 17 به علاوه 7 دوم. اول باید ضرب رو انجام بدم، یعنی این دوتا رو باید ضرب بکنم. ضرب صورت ها میشه 75، ضرب مخرج ها میشه 34 به علاوه 7 دوم هم مخرج مشترک میگیرم. پس صورت مخرجش رو 17 برابر میکنم که مخرجش بشه 34. صورت 7 17 تا میشه 119 تا. درسته؟ 7 1 7 و 7 7 49 جمعش میشه 119. خب حالا 119 منهای 75، چون این منفی میتونم تو صورت بذارم دیگه. 119 منهای 75 میشه 44. پس جواب میشه 44 به روی 44 به روی 34. درسته. حالا ساده میکنم صورت مخرج رو به 2 میشه 22 17. پس x من شده 22 17. با توجه به x و y نقطه برخورد من میشه 22 17. چی ببخشید 22 اینجوری نوشتم، 22 17 طول نقطه برخورد و 25 17 عرض نقطه برخورد. این شد جواب. دیدید پس خیلی میتونه استفاده از روش جایگزینی مصیبت به بار بیاره. در واقع این همه شد حلش. اگه به من بخوان سخت بگیرن، سوال اذیت کن بدن، دیگه جوابش میتونه به همین صورت سخت باشه. این شد در واقع روش جایگزینی در حل دستگاه دو معادله دو مجهول که امیدوارم خوب یاد گرفته باشید. بچه‌ها من یه صفحه دیگه مونده، صفحه 112 که تمرین انتهای فصل ان شاءالله با هم دیگه حل خواهیم کرد و دو تا دستگاه هم بالای صفحه است به روش جایگزینی حل می‌کنیم برای اینکه بهتر براتون جا بیفته. از اینکه با من همراه بودید کلی متشکرم. تا جلسه آینده خدا نگهدارتون.